دوستای عزیز حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و عالی باشین. میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. این چیزی که اینجا میبینید اسمش هلیکویل، ظاهر شبیه فنر هستش، اما این چی کار انجام میده؟ کاری که این انجام میده، شما فکر کن حالا این سایز 8x1.25، شما یه سطح آلومینیومی به فرض یه قلاویز دارین سایز M8. حالا این قلاویزه به مرور خراب شده، هرز شده. شما چی کار انجام میدید؟ کاری که انجام میدید میایید، این خودش داخلش یه قلاویز داره، یه قلاویز 10 نمره 10، قلاویز نمره 10 رو میزنید. با کمک این دستگاهی که اینجا هستش یکی از این فنرها رو داخل پیچ میذارید. حالا داخل این فنر سایزش چیه؟ M8، یعنی همون رزوه‌ای که قبلا خراب شده بود. یک کیفیت فوق العاده عالی. حالا فکر کن اگه 1 سال رو آلومینیوم قلاویز معمولی براتون کار کرده بود، این هلیکویل راحت 3 سال بیشتر براتون کار میکنه، مثلا خراب نمیشه. هم سریعه، هم یه جاهایی هست که ما نمیتونیم یک قطعه رو به خاطر یک قلاویز زود بندازیم، یا اینکه اونقدر فضا نداریم که ما بخوایم پوش بزنیم. اینجا خیلی به دردتون میخوره و کارتون رو راه میندازه. این مجموعه رو من خریدم، حالا ایرانی هم هستش، شمس، آره شمسه، برنده شمسه. خیلی عالی بود، من انتظار نداشتم. همه چی هم گذاشتن، حالا روغنم برای روانکاری قلاویزش گذاشتن. این قلاویزشه، مته، اینم دستگاهش، اینم تعداد زیادی هم هلیکویل. خلاصه کارتون رو راه میندازه دیگه. کاری کردن که به هیچ نیاز نداشته باشه، باید جعبه رو در بیاره و کار رو انجام بده. حالا من خودم رو ماشین خودم که جای پیچش هرز شده بود انجام دادم. خیلی عالی بود. قیمتش هم 1.5 میلیون کل این مجموعه رو خریدم. به نظرم خیلی بیشتر از این میارزه. حتما تهیه بکنید. شادکام و موفق باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اینم درل خوشگلمه که خیلی دوستش دارم. دیوالت.